اومدیم با یه ترک دیگه از رپ تاجیک، اونجوری که بهمون گفتن رپ تاجیکه. بعد اسمش وطنه، سال 2018 اومده و شاید هم این ویدیو مال سال 2018 ولی 2018. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. خب یه مدت بود درگیر دیس و دیس بازی و اینا بودیم که چند تا دیس هم اومده بود و بریم ببینیم که دوباره تاجیکستان قرار ما رو چه حسی بهمون بده. وطن اسمش که قطعا باید راجع به وطن و کلن مثل اون سمرقندی که گوش دادیم. اوکی بریم. شان امسی زدیم خلقی ما شان امسی. عذاب جنگی برادر کشتید. اوه چه تصاویر ترسناک. شان امسی خلقی ما بسیار عذاب جنگی برادر کشتید. بسیاری گریزمون برنگشته با وطن. آخه چقدر غمگین و دردناک. بسیارش تا حال پسی پنجرمون پشیمون با دستی خونالود. یه سری چیزا رو میگه قطعا من نمیتونم بفهمم. آره. و احساس میکنم داره یه سری یه آدمی هم گفت اون وسط واسه برادر کشتید. بسیاری گریزمون برنگشته با وطن. بسیارش تا حال پسی پنجرمون پشیمون با دستی خونالود. یکی بس جنگ عذاب داری وطن. نفسی آزاد کشم وطنم. زمینی ته زمان خور خاص خاک جنگ بد. زمینی ته زمان رنگی یک میدان جنگ بدم. آخ چقدر سنگین اومد. خیلی خوب اومده تو الان. یکی بس جنگ عذاب داری وطن. بس نفسی آزاد کشم وطن. میگه بس جنگ و این چه داره دلم میخواد وطنم یه نفس آزاد بکشه. زمینی ته زمان خور خاص خاک جنگ بد. زمینی ته زمان رنگی یک میدان جنگ بدم. ری تیفی گهبوره برابری امری پیر به درگوشی تیفل صدای یلان صدای تیر بد. چقدر همش داره راجع به جنگ صحبت میکنه. بعد اون پشتش چقدر قشنگه. پشتش داره یه سری جاهای تاجیکستان و اینا نشون میده. یه فازی خیلی عجیبیه. فکر کنم با کت شلوار داری رپ میکنی. آره چه باحال، جالب بود. مردمت بخوناشید به در تیر زاشید. جان بالا بومد بچورا. مردمت گرزاشید روی دستی خود مردای برادری خود کشان. چقدر ترسناکه. پیر به درگوشی تیفل صدای یلان صدای تیر بد. مردمت بخوناشید به در تیر زاشید. جان بالا بومد بچورا. مردمت گرزاشید روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن. برای خود نوبت بدی و حالیات شوندن. انگار داشت میگفت بین دوتا برادر انگار جنگ انداختن. نمیدونم حالا شاید اشتباه من فهمیدم ولی احساس میکنم یه جنگی بوده بین دو طرفی که هم ملیت بودن و حالا شاید هم یه چیزی دیگه باشه من اشتباه فهمیدم. ولی خیلی سخته. آره سخت واقعا میشه فهمید. این یه خورده غلیظ داره صحبت کنه. بعد میدونی این سبک خوندنش به نظرم شبیه یاسه. یه خورده راجع به اینجور چیزا میخونه. قوای سیمی بدخواه ماده کشید وطن رنگی پلیگان شید. چیکارا در دروشی ریختنی خونی هم وطن. کودکای به پدر اشکی به استی مادر زنای گم کرده شوهر. کودکای بی پدر زنایی که گم کردن شوهر. او شربی اقتصادی پراکنده میلاد دست دادم شاعر و علیم و آدمای به علم. تاجیکای وطن مگیرخ پرتافته فرزند زن شبا آبی چشم استیدم دید احوالی وطن شنم. کاش خیلی کاش متوجه میشدم کامل چی داره میگه. واقعا سخته. الان یه سری میگن اصلا تو بی سوادی و اینو. یه زبون دیگه است، یه لهجه دیگه است، سخت‌تر هست. تازه اونم برای اولین بار. وجبی زمین کی آلوده خون نباشه. نبود یگان آدمه که ترس در درون نباشه. بموندن در این وطن اومدی زندمانی نبود. زنده کلمه میگردوند مرده ها ارمانی بود مانندی. چقدر غمگین میخونه واقعا. تصاویر چقدر دردناکه و دلهره. آره پس خیلی اتفاقای زیادی حتما توی تاجیکستان افتاده. من خیلی دوست دارم بدونم راجع به این موضوع و در آخر ویدیو یه چیزی هم حتما میگم. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. اون خیلی به نظر میتونه جذاب باشه. به هممون میتونه، یعنی بیشتر به ما میتونه کمک کنه. احساسم بر اینه، حالا
من تحقیق نکردم راجع به این جنگ و اینا، واسه همینم میخوام از شما درخواست داشته. احساسم به اینه که انگار ازبکستان و تاجیکستان با هم جنگ کردن، حالا نمیدونم، ولی انگار یه جنگ قبیله‌ایه، چون همه رو مثلا فرزند و پدر رو داره در کنار هم میذاره. اوه چه فلوی خفنی رفت اینجا میگه جدامون کردن، تقسیممون کردن، انداختنمون روبرو همون. چقدر خوب رفت. مانندی درختی خزان بود برای شکفتنش اومده، باوریم نه به درخت گیرشه و زمینی چقدر واقعا درک وطن. واقعا ما هم این واژه رو خیلی نسبت بهش یه حسی تو آدم به وجود میاره، این کلمه وطن. و وطنمون رو هر کسی داره به یه جوری به یغما و به تاغوت و چی میگن، به تاراج میبره. تاراج David Kirmi daruni خدش خوردش مغلطید قریب نکی 16 نویبر سالی 92 برشای تشنایی درخت رسیدو به رئیس شورای اولیدین سوخته باری سال 92 یه اتفاقایی افتاده که من زیاد متوجه نمیشم چیه. خدش خوردش مغلطید قریب نکی 16 نویبر سالی 92 برشای تشنایی درخت رسیدو به رئیس شورای اولیدین سوخته باری خلقش تهدیدی کشتن شنیده نکی نترسیده مرگش مردم از سرجام کرد. آها انگار یکی رسیده به قدرت که تهدیدش میکردن و اینا احساس میکنه. اما باز هم من اینو میگم، من دوست ندارم زیاد بگم که چی شده، ولی یه جاهایی که میفهمم و یه چیزایی درک میکنم و میگم که اگرم اشتباه کردم حتما شما تو کامنت ها بهم بگید، ولی واقعا دارم تمام سعیمو میکنم بفهمم. دعوت میکرد بیا تاجیک وطن خانه تای گفته حرف مزل چقدر قین خطرناک بده او رفت افغانستان بحری جمعی تاجیکای دوره تاجیکستان. این احمد شاه مسعود بود. این یکی از بزرگای فکر کنم تاجیکستانی بود در اصل، ولی میگن افغانستانی، ولی در اصل احساس میکنم تاجیکستانی بود. این خیلی آدمی که بود دنبال آدم ملیگرایی بود، دنبال این بود آزادی باشه، دنبال این نبود که هر کی بیاد مثلا آمریکا اومد افغانستان گرفت یا مثلا اون رفت اونجا رو گرفت. دوست داشت این اتفاقا بیفته. چه خوب بود. ای سر دعوت میکرد بیا تاجیک وطن خانه تای گفته حرف مزل چقدر قین خطرناک بده او رفت افغانستان بحری جمعی تاجیکای دوره تاجیکستان زخم گفت چقدر رفت اون و افغانستان بحر تاجیکایی که دورن از تاجیکستان. پس درست احمد شاه مسعود بود. احمد شاه مسعود نکنه پسرش بود، نمیدونم. سیلان بد نکی نگشتای راش آباد کرد ای وطن دستی دعا در حقش امروز موت قدمی آزاد بزنم شب و روز کسی. انگار این شخص خیلی دوستش دارن که اینجوری که داره میگه، انگار این شخص خیلی محبوبه توی تاجیکستان. با اویلا کسی با نقص دیده کسی با دوست الویدا صدای تیر سلام صدای خنده تیفروهی نفتونل و شونهایی روند لیفت آبادی. آها میگه که قبلا صدای تیر و اینا بود، الان صدای خنده های بچه هاست. مردمی صاحب کار دیگه نمیترسه ای وطن تجارت کار روز هزاری نون بده محازی دسترخانی پر نانی گرمی پخته با دستای مادری خود. انشالله ما دیگه جنگ نمیبینیم در وطن ما خلقی ما. انشالله جنگ ما نمیبینیم تو وطنمون. راهنما دارد امام علی رحمان تا کی باشه. امام علی آفرین. این خیلی خوبه، این آدم خیلی خوبیه. من میدونم راجبش یه چیزای ریزی و میدونم که همه دوستش دارن و اینکه همون که فارسی صحبت میکنه توی چیزاشو و اینا خیلی خوبه. مثلا نگاه برای میلتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. بنازم اگر واقعا این شخص خیلی متمدن کرده تاجیکستانو و متحول کرده تاجیکستانو، واقعا دمش گرم. ما هم یه دوره‌ای داشتیم از این رضا شاه تور، ولی امیدوارم خیلی خوب باشه حالش، چون دمش گرم. واقعا کسی که به خاطر وطنش همه کاری کنه خیلی حرفه. کلی ثروت و اینا رو ندوزی، بیای خدمت کنیم. این چی میگم؟ وطن. ملودی خیلی غمگینی هم داشت، آروم دینگ دینگ نمیدونم، خیلی باحال بود. فلوشو من خیلی دوست دارم. 11 بهش نمیخورد که رپر خوبی باشه، ولی واقعا خوب میتونست اجرا کنه. با کت شلوار درد و قشنگ میتونست بهت
میدونی حس شعر رو میتونه بهت منتقل کنه. با اینکه ما یه سری چیزا رو نفهمیدیم ولی واقعا حسش رو کامل درک کردم و امیدوارم که اتفاقای خوبی واسه پارسی زبانان تاجیکستان بیفته. از همینجا درود میفرستیم بر شما. خیلی خوشحالیم که با تاجیکستان و زبان تاجیکی هم آشنا شدیم. یه موضوع خواستم بگم، اینکه من یه تصمیم گرفتم که یه ولاگ تهیه کنم از اینکه افغانستان تاجیکستان چه اتفاقایی براش افتاده، چه زمانی جنگ توش شروع شده، نمیدونم الان چی جوریه، سمرقند و بخارا و اینا چه بلایی سرشون افتاده و این آقای امام علی کیه. یک نفر رو میخوام که داوطلبانه بیاد تو اون کامنت ها بنویسه که من هستم، که من بهش پیام بدم و بتونم باهاش ارتباط رو برقرار کنم که یه ویدیو خوب هم واسه فارسی زبانهای ایران تهیه کنیم، هم واسه بقیه که با هم راجع به تاجیکستان بیشتر بفهمیم. پس حتما اون جمله من هستم و اون زیر کامنت کنید و اگر واقعا اینا همه رو میدونید درست بیاد بگید، چون بعدا نیاد اشتباه به ما بگید کامنت بذارن بابا این چی داره میگه و حرفا. ممنونیم که تا اینجای ویدیو هم برای ما بودید. حتما پیام بده اگه کسی اوکی بود. آره این خیلی، من چون خودم خیلی دوست دارم، چون خیلی کامنت میگیرم، میخوام یک بار جلوی دوربین از بقیه بپرسم که ببینم چی جوریه. خیلی کنجکاوم که چه اتفاقایی توی تاجیکستان و تاریخ تاجیکستان افتاده. خیلی دوستتون داریم. فعلا خدافظ.